سلام عرض شد خدمت همه عزیزانی که این فیلم رو میبینن. قراره با یک دیدگاه خیلی متفاوت و بروزی در رابطه با سیستم ایچیموکو براتون صحبت کنم. سیستمی که شما هیچ جایی جز این کلیپ پیدا نخواهید کرد، چون تمام مطالبی که قراره صحبت بشه داخل این کلیپ تماما بحث شخصیه و خودم بهش رسیدم و به چشم خواهید دید که با یه دیدگاه متفاوتی از ایچیموکو ما قراره صحبت کنیم و به شما تو لایو بازار از سیستم ایچیموکو حرف بزنیم و با یک دیدگاه متفاوت و قطعاً پر از خیر و برکت. به من اعتماد کنید تا تمامی این فیلم ها کامل ارائه بشه. صبور باشید و هر آنچه که گفته شده در داخل فیلم ها تماما روی ها وقت بذارید، نتیجهش رو خودتون به چشم خواهید دید. به همین دلیل شروع میکنیم. دقیقا به صحبت هایی که میشه کاملا گوش کنید. هر جا ابهامی ایرادی بود حالا انشالله شرایطی هم ایجاد میشه که پاسخ داده بشه، ولی اعتماد کنید و صبور باشید، قطعا نتایج رو به چشم خواهید دید. خب قراره با یک دیدگاه کاملا متفاوت و جدیدی با شما صحبت بشه که تا به امروز نبوده. به همین دلیل دقت کنید به نکاتی که قراره گفته بشه. خب ببینید، قرار نیست الان توی بخش اول صحبت بشه از دلایل ورود که کجا ورود کنیم و ما الان ببینید قشنگ دقت کنید. تو بحث اول ما فقط میخوایم یک سری تاییدیه هایی رو مشخص کنیم که شمایی که معامله گری و وقتی پای سیستم میشینی این نشانه ها به شما دیدگاهی میده برای اینکه در جریان قرار بگیرید که قرار بازار شما از روندی که داره به یک روند جدیدی وارد بشه. پس کاملا گوش کنید. باز هم تکرار و تاکید میکنم اعتماد کنید به صحبتایی که تو این کلیپ میشه و اولین باره که با یک شیوه متفاوت از سیستم ایچیموکو برای شما صحبت میشه. تا خودتون صحبتایی که داخل این کلیپ داره حالا گفته میشه تا توی چارت بررسی نکنید، اون حقیقتی که من دوست دارم بهش برسید و قطعا نمیرسید، ولی اعتماد کنید و بریم جلو. ببینید، برای اینکه ما اصلا بدونیم کی این روند صعودی یا یک روند نزولی تموم میشه، ما اصلا کاری با کراس و سویچ و اینجور موارد نداریم. ما یک سری تاییدیه ها لازم داریم برای اینکه مطلع بشیم، این آگاهی رو به ما میده بازار که یک روند صعودی یا نزولی کی به اتمام میرسه. پس ما فعلا میخوایم در این بخش اول به این موارد بپردازیم که ما قرار 3 مورد از دلیل هایی که بازار میاد برگشت میکنه رو با یک دید متفاوت برای شما بیان کنیم. خب فعلا با چیکو اسفن ما کاری نداریم، پس فعلا من چیکو اسفنم رو خاموش میکنم. و قبل از اینکه شروع بکنیم، دوستانی که این کلیپ رو میبینن حتما اگه داخل برنامه ترندینگ ویو دارن تحلیل انجام میدن حتما از این ایچیموکو، این اندیکاتور حتما استفاده بشه، چون کاملترین و بی‌نقص‌ترین اندیکاتور ایچیموکویی که هیچ جوری خطا نداره. از نظر شیفت اجزا کاملا درسته از حالت چیکو اسفند و الی آخر، که اینو حتما اگه قراره کاری انجام بدید با این اندیکاتور باشه. خب یک سری حالت‌ها داخل کومو
وقتی روند در حال شکل گیری هست، وقتی یک سری حالتها تعریف میشه، به ما یک آگاهی رو ایچیموکو زودتر میاد نشون میده. قبل از اینکه روندی بخواد شروع بشه، روند جدیدی بخواد شروع بشه، کومو من این آلارم رو برای شما داره نشون میده که شما میتونید تصمیم‌های جدیدی رو تو بازار که قرار بیفته زودتر مطلع بشید. ببینید، قشنگ گوش کنید. حالت‌هایی، خب میخوایم تا این کانسینکی جنسن هم فعلا برای اینکه حالا ارتباط بگیرید من خاموش میکنم. حالت‌های داخل کومای من ایجاد میشه مثل این حالت. ببینید اسپن بی من اومده این حالت رو زده، حالت من بهش میگم یه جورای یو انگلیسی. حالا برعکسش ببینید، این حالت زمانی که میاد تعریف میشه، نمونه های مختلفی، شرایط مختلفی رو به شما نشون میدم. این حالت به همین سادگی قبل از اینکه ببینید، اگه ما بازارمون رو برگردیم تو این قسمت، زمانی که این شرایط اومد توی بازار ما توسط کومو تعریف شد، این آماده باش برای من معامله‌گر داره داده میشه که قرار این روند صعودی یا اصلاح روند صعودی، هر چیزی که هست، به اتمام برسه و دوباره یک ریتم جدیدی توی بازار برای ما شکل بگیره. پس قبل از اینکه بازار من بخواد گردش بکنه، با این حالتی که برای من اومد ایجاد شد، من این آمادگی رو داشتم از اینکه این چرخش رو بخوام زودتر در جریانش باشم. حالتهای مختلف رو به شما نشون میدم. کاملا دقت کنید به این نمونه هایی که من دارم برای شما مثال میزنم. نمونه هایی که داره مثال زده میشه کامل، یعنی هیچ عیب و نقصی نداره. من بهترین هاشو دارم برای شما توضیح میدم. فقط کافیه دقت کنید و باز هم تکرار میکنم، اعتماد کنید، چون وقتی این کلیپ ها کامل بشه شما به چشم خودتون حقیقتی که توی بازار هست رو خواهید. خب مثال بعدی، ما داخل سهام S&P بودیم. مجددا اگه ما بخوایم این حالت رو بررسی بکنیم، تایمر 15 دقیقه. خب من مجددا اگه بیام تو گذشته بازار، این قسمت، ببینید دوستان، زمانی که بازار من تو یک روند صعودی بود، زمانی که این اسفن بی من ببخشید داخل کومای صعودی اومد همچین شرایطی رو تعریف کرد، این یعنی یک آگاهی به من داده شده که قرار بازار دوباره به سمت یک روند جدیدی رو توی بازار ما شاهد باشه. ببینید داخل این کلیپ فعلا صحبتی از نقاط ورود، دلایل ورود صحبت نمیشه. ان شاءالله توی کلیپ های بعدی ما حتما صحبت خواهیم کرد. فقط و فقط من الان میخوام شما به چشم خودتون این سادگی رو ببینید و قبل از اینکه روند جدیدی بخواد آغاز بشه شما این آگاهی رو داشتید. پس زمانی که روند داره به سمت بالا میره، من این علمو دارم که بازار من هر لحظه میتونه به سمت پایین گردش کنه. ببینید به همین سادگی داره اتفاق میفته، چیز خاصی نداره، فقط کافیه به من اعتماد کنید. خب این بخش اول ما هست، حالتهایی که توی کومای من اتفاق میفته. ما دو مدل حالت صعودی رو نشون دادیم به شما، حالا دو مدل هم حالتهای نزولی. ببینید حالت، خب اگه ما بیایم تایم 4 ساعت، خب من دارم این آگاهی رو به دست میارم
با این شکل گیری که توی کمای من به وجود اومده، ببینید قشنگ دقت کنید، این حالتی که به وجود اومده داره به من این آگاهی رو میده این روند کم کم آخراشه و ما میتونیم دوباره تجربه کنیم یک حرکت صعودی رو. ببینید دوستان، این صحبت ها تو لایو بازه، یعنی من معتقدم اگه تدریسی هست، اگه آموزشی هست، اگه قرار یادگیری اتفاق بیفته، همه چیز باید تو لایو بازه باشه. این نشون میده که ما چقدر رو سیستممون تسلط داریم و چقدر به سیستممون ایمان داریم. پس این حالت رو مجددا دقت کنید، میتونه تو هر تایم فریمی برای ما این حالت ها اتفاق بیفته. تو این بخش اول من اومدم فقط در مورد حالتهایی که توی اسفن بی، ببینید نه تو اسفن آ، تو اسفن بی برای ما اتفاق میفته رو با شما صحبت کردم. اینها رو کاملا روش کار کنید، بهشون دقت بکنید، خیلی چیز سخت نیست، یعنی به چشم به راحتی اینها رو میبینید. همین طلایی که برای ما یک سری حالتهایی رو ساخت، قطعا تو تایم 1 ساعته ما بارها دلایل داشتیم برای اینکه قیمت بخواد یک حرکت صعودی یا نزولی رو انجام بده. برای بخش اول تا اینجا فعلا کفایت میکنه. این کلیپ رو کامل ببینید، انشالله سر فرصت من بخش‌های بعدی رو برای شما آماده میکنم و هر دفعه تو بخش دوم از قسمت قبلی هم دوباره میام مثال‌های لایو و شرایط مختلف رو توضیح میدم تا کاملا با صحبت‌ها و شرایطی که قراره به چشم ببینید حقیقت رو شما رو آشنا میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.